از زمانهای پیش از اسلام، زمانهایی که پیغمبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مبعوث به پیغمبری نشده بودند، آیا زنها در اون زمان چه حقها داشتند؟ آیا در دنیا تا زمان اسلام آمدن نسبت زنها چی معامله کرده می شد؟ من می خواهم کمی از تاریخ با شما صحبت کنم. اولا میگذاریم به یونان، دولت یونان که یکی از دولت‌های خیلی قدیمینه هست و بسیار آدم‌های دانشمند هم از داخل خود خارج کردگی برآوردگی هست، مثل افلاطون و مثل سقراط. در زمانهای یونان قدیم یعنی زنها چه حق داشتند؟ برادرایی که سرشون در میکنن یا که بعد شستن سر کمتر نمنوکی میشه سرشون در میگیره، گیمری چیدگی هم بهترین راه حل این گیمری عربی اسم است که از شرکت شوفرما میتونید دسترس کنید، همه همین مشکلات گفتگی را برطرف میکنید. و برادرایی که میخوان گیمری رو دسترس کنن در واتساپ ما نویسید و برادرایی که ندارن واتساپ ما را در کامنتر در اومده واتساپ نویسید، خود حاضر ما واتساپ خود رو به شما روان میکنیم. و برادرها خواهرایی که در مسکو قرار دارن میتونید به آدرس ما اومده اجماع بی پول رو دسترس کنید. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص و راننده زن میباشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. من چند اقتباس، اگرچند که زنها در اون زمان هیچ قدر و قیمت نداشتند، برای آن که فهم شما کامل شود، برای آن که مادرهای ما و شما، خواهرهای ما و شما به قدر اسلام برسند، چند اقتباس از تاریخ، از زمانهای پیش از اسلام و پیش از محمد صلی الله علیه و سلم بهر شما مثال میارم. البته اگر معلم های تاریخ باشند یا کسانی که در نزدشان همین تاریخ هایی که نام میگیریم اگر وجود داشته باشند، میتوانند که با این تاریخ ها مراجعت کنند. در این تاریخ ها این سخن هایی که الحال من میارم البته درج شدگی هستند. در یونان میگوید وقتی که اگر زن جنایت میکرد، مثل جنایت به شوهر گپی بلند میگفت یا زن را یا شوهر را به احترامی میکرد، در حال حکومت یونان چنان قانون داشت که شوهر این حالت میتواند که مثل گاو یا گوسفند همان زن به قتل برساند. وقتی که اگر زن نافرمانی میکرد یا اینکه بی حرمتی میکرد، در حال مرد میتواند شوهر او که او را به هلاکت برساند و حکومت یونان بالای این شوهر هیچ محاکمه نمیکرد و شوهر را هم به دادگاه نمیکشیدند، به محکمه نمی بردند، زیرا که شوهر این حق داشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها در اون زمان چی بود؟ میگوید زنها حق خرید و فروش نداشتند، یعنی زن هیچگاه نمیتوانست که با پولی در دستش داشته به دکان رود یا به بازار رود یا برای خود چیزی خرید کند. این ده هم حکومت یونان به اونها حق نداده بود. و حتی فروختم، یعنی چیزی که از مال دنیا می داشت وی را فروختن ده هم حق نداشت. وقتی که شوهر از دنیا می گذشت،
حال زن چگونه میشد؟ وقتی شوهر از دنیا میگذشت، این زن باید و شاید دوست شوهر خود باید میگرفت، نوابسته که وی پیر است، وی جوان است، وی مالدار است، وی خانه دارد ندارد، اینها هیچ اعتبار نبود. فقط قانون همین بود که شوهر که از دنیا گذشت، زن باید که چیکار کند؟ دوست شوهرش را در نکاح خود باید که درآورد. این دیگر قاعده در دولت یونان بود. و دیگر قانونی که در یونان نسبت زنها حکم فرما بود، این که چگونه ای که ذکر کردم افلاطون و سقراط که یکی از دانشمندهای یونانی بودند، حکم برآوردن که اگر مرد با سبب زندگی قرضدار شود، می تواند که در عوض قرض زن خود به همون آدم پولدار دهد. یعنی در عوض قرض می توانست است که مرد زن خود چکار کند؟ به همون مرد پولدار، از همون مردی که قرضدار است به او تسلیمش کند. این هم افلاطون و سقراط در زمان خود حکم بر این کردند. بدبخترین زنها میگوید تاریخ در یونان قدیم زنی بود که فرزند نمیزایید. اگر یعنی زنی که نازا باشد، این زن یکی از بدبخترین های زنها در بین دیگر زنها به شمار می رفت. دیگر پایمال حقوق زنها این بود که وقتی که اگر زن پیر می شد، یعنی به سن 50 و به 60 می رسید، مرد حقوق داشت که از دست زن پیرانسال گیرد، او را از خانه پیش کند. دیگر وی حقوق نداشت که به این خانه ای که 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال با این مرد زندگی داشت، به این خانه باز رجوع کند. وی دیگر حقی در این خانه زندگی کردن نداشت. دیگر حقوق پایمال شده زنها پیش از اسلام در یونان قدیم این چی بود؟ این بود که زن از شوهر میراث نمی برد. یعنی امروز اگر مردها از دنیا گذرند و مال و ملکی که باقی میمانند، همان زن و همان فرزندهای زن از این شوهر میراث میبرند. لکن زنهای یونان قدیم پیش از اسلام این حقوق را تاریخ میگوید که نداشتند. این در یونان قدیم بود. بغیر این عقیده مردم دانشمندهای یونان این بود که زن فقط برای فرزند است و خلاص. یعنی از زن فقط گرفتن همان طول است، همان فرزند است و بس، و دیگر در هیچ معامله کاری نمی آید مگر فرزند او برای همون دیار و برای همون زمان عزیز بود و خلاص. خود زن دیگر هیچ قدر و قیمت نداشت. میگذاریم به دولت استرالیا. میگیم ما و شما در دولت استرالیا تاریخ میگوید زمانهای پیش از اسلام چی بود؟ از همه بدبختیش همین بود که اگر کمی میگوید قحطی می آمد، اگر کمی نارسایی اگر در گوشت پیدا می شد، زنها را همچون حیوان استفاده می بردن و گوشت او را مردم همچون گوشت گاو و همچون گوشت گوسفند می خوردن. این در دولت استرالیا بود. این تاریخ میگوید، دنیا تاریخ است، در همون تاریخ بیان میکند. دیگر قاعده بیرحمی و بی انصافی که پیش از اسلام در همین استرالیا وجود داشت این بود که شوهر وقتی از کار می آمد، آن چیزی که از طعام در خانه وجود داشت پیش شوهر می آوردن. شوهر طعام ها را می خورد، باقی مانده ای که از او می ماند همون باقی مانده حق زن بود. یعنی زن با همراهی شوهر در یک دسترخوان نشستن جنایت بود.
هیچگاه حقوق و قانون همان زمان اجازت نمیداد که زن همراه شوهر در یک دسترخوان طعام خورند، بلکه شوهر خورد تمام کرد باقی مانده او را بعد میتواند که زنها استفاده کنند. و دیگر قانون جنگلی و بدبختانه ای که پیش از اسلام در استرالیا بود این بود که زن با فرزند خود در یک خانه نشستن حق نداشت یا نمیتوانست که فرزند خود نوازش کند. این ده هم دولت همان زمان به زنها حقوق دادگی نبود. دولت روم، دولت عربی که از بین آنها این آفتاب تابان برآمد و دنیا را روشن کرد. در دولت عرب چگونه معامله نسبت زنها وجود داشت؟ از همه بدبختتر، از همه زیشتر، از همه بدتر تاریخ دوره جاهلیت عرب هاست. میگوید در دولت عرب ها، پیش از آنی که دولت عرب ها را برای شما بیان کنم میخواهم از دوره های زردشت به شما بیان کنم. زردشتی که دعوای پیغمبری دارد و یک کتاب دارد به نام اوستا. امروزها شاید که ما و شما از زبان بعض شخصیت ها میشنویم که کتاب مقدس اوستا میگویند. آیا این کتاب مقدس اوستا تا چه اندازه مقدس است؟ من برای شما از همین دین زردشت، از همین کتاب اوستا یک اقتباس آوردم، میخواهم همون برای شما گفته دهم. در دوره ساسانی زردشت که اینا میگد پروفسور کریستین بارتیلما گفتگی که در کتاب ملا مستضعف قراتگینی که یک کتاب الحال وی تبدیل داده است از ایران و اسلام و از مرتضای مطهری که خیلی سندهای مستحکمی دارد، برای ما و شما خبر میدهد که زن در دین زردشت به حیث شخصیت شناخته نمی شود. یعنی وی شخص نیست، وی انسان نیست، بلکه وی به حیث چیز شناخته می شود. یعنی مثل چیزی که در دست ما و شماست، دنیایی چیزایی که داریم که کسی را خواهیم میتیم و از کسی خواهیم میگیریم. انا زن در دین زردشت میگوید انا همین حقوق داشت. یعنی حیث چیز بود، حیث شخصیت شناخته نمیشد. و دیگر بدبختی که در همین کتاب اوستا نسبت زن هاست همین است که اگر زنی که حیض باشد میگوید یا زنی که در نفاس باشد، یعنی بعد کودک تولد کردن، اگر همون شوهری همون مبادای یا سهوان یا مثال نافهمیده یا که قصدن اگر دست همون زنی حیض یکی دارد یا دستش در بدن او رسد، در گردن مرد غسل جنابت فرض می شود. این در کتاب همون مقدس اوستایی که بعضی از برادران ما و شما وی مقدس شماریدند. و دیگر مسئله های درشت در این دین زردشت و در این کتاب اوستا موجود است که در کتاب اوستا آب، خاک، آتش، اینها خیلی چیزهای مقدسی هستند. حتی همین زردشت گفته بود است که من در آسمان دوم وقتی برآمدم یک گروه دوزخیان دیدم. وقتی پرسیدم که اینها به سبب چی دوزخی شدند، گویا که خداوند به زردشت گفته باشد که اینها به آب گرم آبازی کردن، غسل کردن، از این خاطر اینها دوزخی شدند. در دین زردشت به آب گرم یا به آب غسل کردن، آبازی کردن سبب دوزخی شدن انسان میگردد. آب چیزی مقدسی هست که فقط برای خوردن و برای درختها را آب دادن استفاده بردن در کار خلاص، دیگر در هیچ در آبازی کردن فقط بول گاو، میزک گاو تازه کننده بود است.
این از عقیده زردشت، این از عقیده اوستا که امروز میخواهند که همین دینه که ما و شما به سبب این وقت ما کسی میگن دین ما پیشین از زردشت بود، باور کن باید عیب شرم است که ما همین دین باید که به زبان ما نرانیم. این یک عیب، یک شرمی بود که خداوند پیشینی های ما و شما را در این دین نگاه داشت. چه یک بدبختی بود. در همین دین زردشت خدا در قرآن چی میگوید؟ میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. بین خداوند میگوید ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. خدا میگوید که ای بندگان خدا، شما نکاح نکنید آن زنهای را که در نکاح پدر شما بودند، یعنی با مادرهای خود نکاح نکنید. الا ما قد سلف، مگر این که در دوره های جاهلیت خدا میگوید وقتی که اگر پدر از دنیا میگذشت یا پدر اگر زنی خود طلاق میداد، فرزند او این مادر را نکاح کرده میگرفت. خدا همین یادآور میکند ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. از اون زنهایی که پدرهای شما اونها را نکاح کرده گرفتن، اونها را شما دیگر حق ندارین گرفتنده. این چی کاری زشت است؟ خدا میگه این چی کاری بد است. متاسفانه در دین زردشت در کتاب اوستا اجازت است که انسان مادر خود در نکاح درآورد. این کتاب است، در دست ماست کتاب، این هوایی نیست. حتی زردشت گفته است اگر کسی گفته است مادری خود در نکاح می درآورد یا خواهر و اپی خود در نکاح می درآورد، چه گناه کبیره ای که کند خدا را می بخشد. این از عقیده اوستا. خدا یادآور می شود الا ما قد سلف گذشته، مگر آن گذشتگان این کار زشت برای خود روا دیدن کردند. شما ای بندگان من، امروز که به نعمت اسلام مشرف شدید، این عمل را نکنید که این عمل زشت است و بد است و ناخوب است. در عرب چگونه که ذکر کردیم چه تاریخ بدبختانه داشتند، چه تاریخ ناخوب داشتند، چه زمانی بینهایت بد را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی آنها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان، در مکانی که پیغمبر خدا تولد شدند، چگونه معامله میکردند. یکم، خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به إلا أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند میگوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده میشد، یعنی میگفتند که ای برادر در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر را میگویند. خدا میگوید وقتی که به اینها خبر داده میشد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا میگوید در حال چهره این مرد سیاه میشد و هو کظیم، و چنان غضبناک میشد و چنان چهره وی سیاه میشد
از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به. خدا چی میگوید؟ میگوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد میشد در حال از قوم رو میگردانید، پشت میگردانید. در بین مردها دیگر خودم مرد گفتن نمیتوانست از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب. خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بیقدری در بین مردم روز میگذرانم. او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما یحکمون. خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکم ناخوب کردن، چه حکم زشت را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبری خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدن که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت بی‌قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار میکرد؟ باید که این دختر را میگرفت، چه در حالت نوتولدی یا اگر کمی او را تربیه میکرد به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطر هم اگر نظر کنین در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه. خدا میگه و اذا الموعودة سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که و یک دسترویک است، وقتی که و محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت. ای دخترک، این پدر ظالم تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و به او شکایت کردم ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من به اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتند، رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سری این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سری هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتری زیاد داشته باشی، سری هر یک فرزندی که تو
به قتل رسانیدی قربانی کن و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی خداوند گناههای جاهلیت تو را میبخشد. سعسعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلی مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، سعسعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبر خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنند. وقتی پدر و مادر او اراده میکردند که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنند، من از جانب هر فرزند آنها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبر خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتند همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجر همان دوره جاهلیتی تو هست. همین اجر همونی است که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جار نکردند. این گونه قصه های از دوره های جاهلیت پیغمبر بهر ما و شما آمدگی هست. حتی من برای شما میخواهم، برای آنی که شما باوری کامل حاصل کنین که هر یک سخنی که من بهر شما خبر میدهم از کتابهای معتبر هستند و همه اینها سندهای قوی دارند، سندهای ضعیف ندارند، تا که فهم شما زیاد شود، تا که مادرها و خواهرای ما با قدر این اسلام عزیز برسند که از آمدن اسلام، از قدوم اسلام، از قدوم پیغمبر خدا، چه دهیه کلبی در زمان پیغمبر خدا حیات به سر می برد. میگوید 60 سال حیات خود دهیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دهیه کلبی کار میکردند، روز به سر میبردند. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان که اینها خیلی نفوذ کلان داشتند در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چنین پیغمبر در حق دهیه کلبی دعا میکرد خدایا دهیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردم زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دهیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبر خدا مثل تیری در هدف می رسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دهیه کلبی خواست که نزد پیغمبر خدا بیاید و اسلام را عرضه کند. در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دهیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چه خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردند که دهیه کلبی با آب چشم، با قدمهای کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دهیه کلبی رسید، درها چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دهیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده، تاج سر،
حضرت دحیه کلبی در حال آن چادر پیغمبر خدا را گرفتند و در دیده های خود میگه مالیدن و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبر خدا، در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبر خدا گفتند بگو ای دحیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد.